سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ چطورید؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ امروز اومدیم یورو تراک بازی کنیم و بک‌گراند جدید، اتاق جدید. امروز اومدیم یه سری آموزش ها هم بریم درباره آنلاین بازی کردنش. حالا چه تراکمپی چه عادی با فرمونم هم که لاجیتک جی 29 دنده نداریم، متاسفانه شیفتر پشت داریم. امروز اومدیم که حالا با صدرا هم هستیم. صدرا سلام سلامی. بچه ها، خوش اومدین. اومدین که با هم دیگه یورو تراکو بریم. لایک ویدیوتون نده. بله، اومدیم که یورو تراکو بریم. امیدواریم که خوشتون بیاد. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. استریم هم داریم، هم تو تویچ هم تو یوتیوب. و حالا بریم که داشته باشیم. من یه سری توضیح هم میدم برای اونایی که مثلا آموزششو میخوان برای چیز، مثلا برای که خودشون بخوان آنلاین با دوستاشون بازی کنن یا اینا. من آموزشش هم میدیم حالا بهتون. بریم که داشته باشیم. من بازی رو واکنم. بریم که داشته باشیم. صدرا هم هستش بچه. آهنگم دانلود کردم، آهنگای گله های گل خونه ای. آهنگو دیگه یادم رفت بریزم تو چیز، تو خود یورو تراک یادم رفت بریزم. بعد از حضور شما که اینجوری. خب بچه وارد بازی میشید، خیلی ساده دیگه. اینو فکر کنم بلدید. کانتینیو رو هم میزنید دیگه اگه لود نداشته باشید. این برای البته ما سرور اینو بهشون بگو. چیو. به صورت کنوای ما داریم بازی میکنیم، سرورای آره دیگه، تراکمپی نی. همین. حالا یه سری رو میپرسن که تراکمپی چی. این بچه هدست من یه ذره سیمش میپیچه دور هم، خب این اذیت میکنه، برای همین به این ور میرم. بچه تراکمپی خب یه سرور جهانی خود یورو تراک. یعنی اینکه خود یورو اومده یه سرور ساخته، گفته آقا هم کی میخواد بازی کنه همه با هم باشن بیان این تو. اومده یه بخش هم گذاشته به نام کوآپ، درسته؟ کوآپ. بله، همون من آره، هم. یه بخشی گذاشته کوآپ. که حالا من مثلا صدرا میخوایم با هم دیگه اسم بازی دقیقش کنیم. کنوایزه. کنوایز، میگم اشتباه گفتم. کنوایز. مثلا من و صدرا میخوایم با هم دیگه بازی کنیم، خب نمیخوایم شلوغی باشه و من خودم هم اینو کنوایز رو انتخاب میکنم. چرا؟ من خودم تراکمپی رو دارم. بذارید بهتون نشون بدم اینجا. ببینید تراکمپی میریزید و خیلی ساده است. من تراک حالا پیدا نمیشه. اینها تراکمپی. بیایید، پیدا شد تراکمپی. چرا رفت؟ حالا مهم نیست. تراکمپی آموزش هم تو گوگل بزنید میاره اگه خواستید. من خودم هم آموزش خیلی دقیق میدم همه چیو. تراکمپی من خودم زیاد حال نمیکنم، من خودم دارمش. و اول از اینکه باید نسخه اصل رو تهیه کنید بچه ها. میگن میشه بدون نسخه اصلش هم، ولی من و صدرا از استیم تهیه کردیم. قیمتی اونچنانی هم نداره وقتی میاد تو تخفیف. من خودم تو تخفیف گرفتم، صدرا بدون تخفیف گرفت که فکر اونم 1 تومن صدرا پول دادی شما برای بازی. بله، ویژن اوکراین یه تونه. ریژن اوکراین 1 تومن. البته تو این تاریخ ها، حالا تاریخ های دیگه نمیدونیم. بله. ولی کلا من خودم کنوایزش رو اگه مثلا یه رفیقی داشته باشم، مثلا صدرا که حالا پسر خالم، مثلا یه کسی باشه که بخوام باش بازی کنم، کنوایز رو انتخاب میکنم. چرا که اون تو تراکمپی شما هی بند میشی و این اصلا مسئله خوبی نیست. یعنی بخوری به یه ماشین یه تصادف عادی هم بکنی بند میشی، که اون تو هم تصادف زیاده. و من خودم بار اول 1 هفته، بار دومم 1 هفته، بار سوم 1 ماه و بار چهارم 3 ماه بند شدم. البته الان بند در اومدم، ولی کلا من خودم زیاد پیشنهادش نمی کنم. اگه دوستی دارید اینجا بازی کنید، اگرم نه میخواید تو تراکمپی بازی کنید، دوستی ندارید یا فامیلی یا کسی رو ندارید، برید توی سرور تراکمپی که بریزید. حالا آموزش اونم یه بار بهتون میدم. چند تا سروره که برای خود یورو تراکه. یه سرورایی ها بی قانونه، یعنی شما رو بند نمیکنه.
اگر خواستی برید اون سرور رو من بیشتر پیشنهاد میکنم، چون خیلی سریع توی چیز بند میشید. برای همین من خودم زیاد پیشنهادش نمیکنم و خودم کنوایشم. حالا برای آنلاین بازی کردنش چجوریه؟ مثلا یکی از دوستاتون یا خودتون مثلا سرور میسازید. تو کجا میاد تو یوروتراک، صفحه هستی یوروتراک. حالا میتونید ماد بزنید یا خودتون بازی کنید، که خودتون بازی کنید فکر نکنم زیاد بهتون لذتی بده، ولی حالا ماد بزنید بهتره. من ماد زدم، آموزش ماد زدنش هم داریم، میذارم حتما براتون. ماد پول و ماد لول خیلی هم راحت. خودتون یا دوستتون یه سروری رو میسازید، میایید تو این بخش، خب نوشته کنوایز، خب یعنی اینجا درایو، جابز، این نمیم چیه و کنوایز. رو کنوایز زده کنوای لابی، روی میزنید کانتینیو و اینجا یه ذره طول میکشه. آها بچه‌ها قبل از اینکه اینجا بیاید، من خودم مشکل داشتم و گفتم چرا اینجوری میشه. قبل از اینکه بیاید این تو، مودایی که روی بازیتون فعال دارید، اکتیو دارید و غیر فعالش کنید، نات اکتیوش کنید، که بیاد اینجا دارم هشدار بهتون میده اگر داشته باشید. و نمیتونید برید تو سروری، همه سرورها براتون زرد میشه. و چقدر حرف زدم. اینجا سرورها رو میبینید، اینا که قرمزه که هیچی، اصلا پینگاش هم خیلی بالا. اینا سبزه. شما اگه مود داشته باشید اینا همه سبز، نه زرد میشه. اگه مود نداشته باشید همگی سبز میشه مثلا برای من. حالا بعضی هم قرمزه که اصلا کاری نداره. خب الان صدرا برای ما سرور میسازه. خواستی هم سرور بسازی، اینجا هاست رو میزنید، اسم سرورتون، رمز سرورتون و حالا یه سری اینجا تنظیماته که زده ماکسیموم پلیر مثلا 2 نفر من زدم. صدرا رو به شما بساز تا من توضیح رو میدم. و انیبل ترافیک، یعنی ترافیک باشه مثلا تو شهرتون، پلیرها مسیج بدن فلان کنن، نمیدونم اسپید، چیز اسپید اینجا زده اینجا، یعنی مثلا اسپید بالای 90 تا نره. یعنی شما تو خود تراکمپی که برید توی شهر بیشتر از 60 تا نمیتونید برید، بیرون از شهر بیشتر از 110 تا نمیتونید برید. یعنی شما هر چقدر که کامیونت خفن باشه، هر ماشینی باشه، نمیتونید برید. این آموزشایی بود که من حالا باید میدادم. اینجا هم حالا الان سرور رو ساخت، یه رفرش میکنیم. ساختی شما؟ بله. خب اینجا ما بازی رو رفرش میکنیم سرورها رو، و از این بعدم زیاد خواهید دید که ما یوروتراک بریم، چون هم فرمونش رو داریم هم بازی رو خریدیم دیگه. تو این کاملیم. asset کورس ها میریم بچه، جی تی آر پی داریم سریال میسازیم، داریم اسپویل نمیخوام بکنم ولی میخوایم داریم یعنی عشق ابدی رو میسازیم. آها اگرم تو استیم میگم ادامه اونو، اگر تو استیم شما فرندی داشته باشید که دارید با همون فرند بازی میکنید، خب وقتی که سرور بسازه همون اول براتون میاد، دارید میبینید. من ببینم فقط OBS 3 ساعت، آره ندارید میبینید درست. اینجا براتون میادش، استرس میگیرم که OBS نه درست براتون میاد. این همون اول کلیک کنید و جوین کانوی. اگر بازم دقت کنید اگر مود داشته باشید اینجا جوین کانوی نمیاد و اینجا اکتیو سیسیون مود رو براتون میاره که باید مودتون رو غیر فعال کنید. گفتم پینگای هندی پایینه جان. من ایستی بگم اگه شما مودی داشته باشید که همون دوستتون همون مود دو تایی با هم دیگه نصب کنین، میتونین بازی کنین، مشکل نداره. آره مگه اینکه هر دوتاتون یه مود و یه نسخه مود داشته باشید، این به شما اجازه میده که بتونید تو بازیتون مود بزنید. ولی همون نسخه مود، یعنی مثلا من میرم بدونم مثلا اتوبوس 4212 از سایت مثلا چه سایتی، همین مودز های سایتش دانلود میکنم، مثلا گیم مودز دانلود میکنم. صدرا میره از یه دونه سایت دیگه، مثلا چی صدرا مثلا میره از یه سایت دیگه، اونم هم اتوبوس 4212 دانلود میکنه. این قابل قیاس نیست. هر دوتاتون از یه سایت و نسخه هاتون هم یکی باشه، آخرین نسخه باشید اگر خریدید که آخرین نسخه رو دانلود کنید. بریم حالا تو سرور، من توضیحات آر پی هم بهتون بدم یه ذره. تو استریم میریم آر پی رو ضبط میکنیم، تو یوتیوب هم میذاریم. و عرض به حضور شما این ویدیو نمیخوام از طولانی میشه یعنی دیگه از برای همین کامیونمونو اینجا چپ هم کرده بودیم، آبرومون رفت. خب من راجع به جی تی آر پی هم بهتون بگم که چه جوریه. خب
ما داریم عشق ابدی رو با کمک بچه ها میسازیم. 3-4 تا استریمر خیلی معروف هستن، توی بیشتر از 3-4 تا هن. و خیلی به ما کمک میکنن، دمشون گرم، ممنونم. بچه ها میان خودشون متوجه میشید، بچه ها خیلی معروفن دیگه، یعنی اونا ما رو پروموت میکنن ما اونا رو. و اینکه عشق ابدی رو داریم میسازیم. عشق ابدی اون بچه 10 قسمته توی جی تی ای آر پی و خیلی باحاله دیگه. یعنی شخصیت ها اونم همون شخصیت های تو فیلمه. یعنی دکتر رو داریم، علی رو داریم، شاهین رو داریم، تناز رو داریم، آویزون اون بنده خدا رو داریم دیگه، اینا رو داریم دیگه. آره وارزون هم که با PS5 میزنیم. من کارت کپچر رو نتونستم اوکی کنم که تصویر رو بندازم، بعد وارزون هم میریم دیگه، همین دیگه. بله خب آقای برادر شما کجایی؟ من هامبورگ. هامبورگ. بله. حالا از این به بعد بچه یه دوربینم اگه بتونم اینجا قرار میدم که فرمون رو براتون بگیره، اگه بتونم. من اینو میذارم این ور که این دور این بپیچه بیاد، اذیتمون نکن. خب کجای هامبورگی؟ صدا من ترمیگاهش منم اما نمیبینم. این دارم میام، نرسیدم به ترمیگاهش. شاید من هامبورگ نیستم ها. تو نقشه نگاه کن گلای کجایی. گل خونه من هامبورگ نیستم. خب بذار من یه تراول کنم اونور. البته بار دارم، بذار بارمو بدم بره. بچه من کامیونم گرفتم. من صدرم کامیون گرفته، میریم اونجا هم صدر رو میبینیم هم کامیون رو میبینیم. بعد عرض بزرگ شما تراول کردن که بعدی دیگه میایید اینجا تراک منیجر ولوو، نه ببخشید میایید اینجا احتمالا، نه اینجا هم نمیایید، میرید گاراژ منیجر باید برید احتمالا. اینها گاراژ منیجر هامبورگ، حالا هر جایی که گاراژ دارید. و تراول چیه نمیدونم، اشتباه میگیم ببخشید بچه. تراول. خب برسیم بار رو بگیریم. خیلی بچه یورتراک بازی گسترده‌ای هستش، یعنی شما خیلی کارا میتونید توش بکنید. بعد بچه‌های ایرانی هم مدای باحالی توش ریختن، دمشون گرم، ساختن، یعنی نریختن، واقعا دم بچه‌ها مدساز ایرانی گرم که هم توی جی تی ای هم توی یوروتراک هم توی بی ام جی درایو و خیلی بازی‌های دیگه مود ریختن، واقعا دمشون گرم. خیلی این جای تشکر داره از بچه‌های مدسازمون. یوروتراک که دیگه هر مودی بخواید داره، یعنی اصلا چیزی نیست که مثلا نداشته باشه. هر مودی شما بخواید تو یوروتراک هست، یعنی ماشین، موتور هم هست. اگه خیلی بگید تو سایت خارجی، البته ایرانی نه. اومدی؟ من دارم میام. کامیونت اسپان شده بشم. آره چقدر طول کشید، کنم بخاطر نته نه. خب اول بخوابیم. آره من اومدم. اول اینجاها باید بخوابیم، یه جا این بغل داره. تو هم ولوو خریدی؟ بله این همین. خب کامیونا رو ببینیم. بر من تاقی بالا داره. خب برو بخوابیم، برو. همینجا بخوام میشه خوابی داره؟ آره همینجا بیا تو بخواب. گلای گل خونی دنیا وفا نداره این تا. بچه ها من جی تی ای رو خریدم ولی بهم ندادن. آره یه سایتی خریدیم، ولی اسم سایت هم نمیبریم. خب بیاین دوربین یک از هامبورگ بزنیم بارو. بزنیم. خب چیز کن، بیا تو تنظیماتت، بعد چیزو بزن مارکت، بعد هامبورگ رو انتخاب کن. به کجاها داری؟
تو الان بهت میگم. ببین به برلین دارم. برلین وایسان بگردم. برلین تا الان من نداشتم. کسل دارم. دقیقا همونا که دیشب تو داشتی من داشتم تو نداشتی و الان. خب منم کسل دارم. میتونیم کسل بریم. کسل بزنین. آره بریم کسلو. بریم. این بود. بگیرم. البته بگیری که باید بریم اول جاش. من گرفتم. اصلا گرفتم. تو هم برو سر جا بریم. خودت. آره. ماشین تو تیمو کردی تو یا نه؟ آره تیمو میکردم. گیری بوکس موتور عوض کردم. بچه ها یورو تراک اگه میری برو داداش دیگه. یورو تراک یه سری چیزها تو خود بازی داره. الان نگاه کنید اینجا رو. من وقتی فرمونمو میچرخونم همزمان باش سر کاراکترم هم میچرخه یا بذارید مثلا سر یه پیچ من بهتون میگم. از بک‌گراند جدید بگید چطوره؟ نظر خودم باحال شده. خب رسیم تو سریال عشق ابدی. زمانی پخش میشه که سریال عشق ابدی واقعی تموم شه. دوست داشتید بدونید کیه، اون موقع ما سریال عشق ابدی رو پخش میکنیم که خب این یه ذره بارش کوچیکه بعد همه فکر میکنن بار ما بده مثلا. از این بار واقعا بار من خیلی گنده است حاجی. خب من گرفتم بارمو. کجایی؟ من دارم میرم بیرون. خب نزدیک بریم موزیکمونم. اول بار رو بگیریم جی. او اینجاست بار رو میگیره. خب بچه حالا یه سریا دوست دارن بدونن که بعضی ها اومدن این ویدیو رو ببینن برای اینکه فرمون بدونن چجوریه. کجا خوردی؟ او اون وره منو. بعضی دوستان بدونن فرمون جی 29 مثلا به آنا کنید وقتی میگم فرمون میچرخه اینا من بهتون آموزش میدم در ویدیوهای بعدی. خیلی اومدن ببینن که مثلا فرمون جی 29 چجوریه. مثلا من خودم داشتم میخریدم. یه دوستی داریم تو یوتیوب اونم همین یوروتراک میره. اون قدیمی البته قدیمی شد و اونم یوروتراک میره. اصلا من خیلی ویدیوهاشو دیدم برای اینکه ببینم فرمون چجوریه دارم میخرم، خوبه اصلا خوب نیست. من خودم میخواستم اولش مثلا فرمون تسکو رو بخرم بعد پرسجو کردم مثلا اون زیاد چنگی به دل نمیزنه برای همین گرفتم. این فرمون بچه خیلی دقیقه و اینکه صدا برو یه جو وایس من خیلی دقیقه و اینکه اصلا الان شاید شما بدید که مثلا من فرمون میچرخونم دیرتر بچرخونم ولی این تو ویدیو اینجوری اصلا نیست. و اینکه میبینید الان من راحت دارم میچرخونم فرمونو، یعنی مثلا عادیه برای من. ممکنه حتی چیزها رو مثلا دستاندازها رو خاکی آبی هر جا برید همونجوری. این لاجیتک برنامه‌ای داره و برنامه‌اش برید مثلا گرفتید صفر فوت نگید که اینا چجوری یه دستی میچرخوندن و فلان اینا. این از چون من خودم خیلی سریع منگ بودم که خدایا فقط برای ما سفته، فقط برای ما سفته یا برای همه سفته اصلا. خلاصه که اینجوریه. میخواستم بگم که خیالتون راحت بشه این برای این اومدید ویدیو رو ببینید خیالتون راحت بشه. خیلی فرمون خوبیه، دکمه فرمون عالیه همه و پدالا هم که حرف نداره. خب صدا شما خیلیه من وقتی جلو ها من نگاه کن دم چیز وایس بدم دم
قبل خروجی واردی که به اتوبان میشه وایسادن. دیگه نرو جلو که به هم برسیم. من اینجا رو یه اوکی. ذره پای چراغ قرمز رو رد کنم. آره بیا خیلی که ترافیک ویدیو. پایین ویدیو زیاد نشه. بچه ها نترسید، من خیلی شوفرم. بچه ها فرمون تو برنامهش خیلی کار میکنه، میتونید بیارید پایین ببرید بالا. آموزشش رو میذارم حتما چون خیلی آموزش میکنه، هیچ جا هم نیست، یعنی نه خارجی نه ایرانی نه بچه ها هیچی نداشت. و اینو بهتون میگم که سریال جی تی ای، سریال عشق ابدیمون خیلی کاراکتراش باحالن، یعنی چون همون کاراکتر رو در آوردیم و منیجرمون که ترکیبش سر جای خودش خیلی دمش گرم که فهمید که جایی کی بزنیم همزمان چند تا یوتیوبر خیلی خوبم داریم، یوتیوبری که مثلا استیم یوتیوب هم هستن بیشتر استیم. سمت صدرا بچه ها تو مپ بتونید ببینیدش. من مپ رو هیچ وقت نمیذاشتم موقعی که با کیبورد درست میکنم، ولی الان به خاطر اینکه دنده دارم مجبورم بذارم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه صد برو به خاطر من برم من میرم بسیم من آروم نکنم وای میسیم باشه. به خاطر اینکه دنده رو ببینم اون بغل بخوام ببینم هفته و باز دنده رو داشته باشیم. یه جا سری موزیک. خب چقدر افته فریم تو شل کردی؟ چرا شل کردی؟ آموزش ریختنم بتونیم بچه ها ماشین چون بالا نداشتیم همینجوری تونستی پرده بذاری؟ من تو تونستی پرده بذاری؟ پرده از اون بالا آره من نمیتونستم بالا این خیلی هم هست بله من چون شوفر یکی بودم یونیک 100%، 60%. 60 خب مسیرهای چیزم بریزی بزید این مسیرهای کوهستانی بریزی خیلی سخت. یه بار من پیگیرش شدم، ریختنه استانهای مخوفی داره. آره چرا سخت؟ یه سری کاربر DLC داشته باشیم بعد باید بک‌اپ DLC بگیریم، مثلا این کارهای خیلی سختی داره. کردی اونجاش راحته بعدش سخت میشه. ببین الان شما وقتی
ایمو میزنی خب مپ نقشه این مپ فقط باز میشه خب، آره ولی اگه بخوای مود بریزی باید یه کاری کنی نقشه اون مپ فقط باز شه. این قضیه هستن کجا نمی‌بینم. داره میریزی سریع برم آه آرام میام دارم آرام میام شو آرام میتونم از 35 تا دارم من میام شخصه باز تبدیل یه اگه داشتید برای سریال آرکی حتما اینستاگرام رو فالو کنید، اخبار استیمی یه دیگه نمیام از 45 تا میام برو نست برو بازش بگیر شوک نمیکنم نمیده من تازه دادم تو دنده 12 خودم. البته کامپیوتر من نیش دفاعش 750 ای بابا اما 480 اوه حقش همین بودش. من میام سانتراس برو راست برو فاصله دارم تو وایسم برات نه داداش چی شد؟ زده به ماشین بغلی وایسا کشیدم بغلش این من از دارش شور میکنم تو بیا داشت من دوره من خیلی یه بدبور گله های گل خونی دنیا وفا نداره دایی چی کار میکنی با خودت؟ لخله باید رفت هر دفعه که ترمز میگیری لنتای ماشین آسیب میبینه من برای تو ترمز میگرفتم برسی داداش آها سنگین حالا شما منطقیه سنگین بود کمرم درد گرفت بودی خودش کرد ای بابا مسیر هامبورگ هم خوبه خیلی جنگلیه پایه خواستیم دوباره حالا ویدیو بگیریم بریم کلاسه داداش چه زدید به من؟ ببخشید گرفت بگید دارم پرواز میکنم ما رفتیم کجا رفتی؟ داره میرم اینجوری هم نمیبینمه او اومدی پایین چرا چپ کردم من چجوری دارم من چپ کردم چرا چپ کرد؟ از من یه دقیقه خب بچه صدر پارکینگ خب ما هم بریم پیشش اشتباه من بود دارم شوفلی چی شده یه دفعه؟ من گاز زدم دنده 12 خورده به من خورد آره کجایی تو؟ مشت خودم یه تعمیر کنم اینجا من همین دم ترمیبان دیگه نمیبینم چجوری 10 کیلومتر فاصله دارم من آره دیگه نزدیک بود فقط بچه ما هم اومدیم پیش صدرا یه تصادف کرد بنده خدا
کجایی شما؟ چی شد؟ من 8 کیلومتر دارم تا بار. تو راه افتادی؟ آره چون من خیلی دارم لگ میخورم مضاف. چند فیس میگیری؟ خب چند بار اونم دیگه تقریبا رسوندیم. عرض حضور بچه های چت، بچه ویدیو، بار دیگه بخاطر اینکه برای صدر یه جای برای من یه جای 7 کیلومتر دیگه نمیریم که چیز کنیم، برای همینجا پارک میکنیم دیگه، چون برای صدر اون وره برای من این وره و به مشکل میخوریم. اوه آسی اومد. بذارید من برم تو OBS. خب بچه های چت بذارید من موزیک رو قطع کنم. خب بچه ها دمتون گرم که تا آخر ویدیو پیش ما بودید، خیلی خوش گذشت. آموزشش مد زدن اینا رو حتما میذاریم. ممنون از صدرا که با همون بودی، دست در نکنه. و آموزش دیگه صدرا چیزی نیازه مثلا ای بعدن بذاریم یا نذاریم، هرچی که مثلا تراکمپی بخوام بچه ها آموزش های تراکمپی، asset کورسا و حالا بازی های دیگه حتما میریم و میذاریم. امریکن تراک هم همینه، یعنی فرقی نمیکنه. بچه ها اگه برای چیز، برای GTA RP، برای سریال ایده ای در نظرتون دارید ممنون میشیم که کمکمون کنید بگید. گفتم سریال عشق ابدی هم بعد از یعنی 100 قسمت عشق ابدی واقعی میره. دمتون گرم که تا آخر با ما بودید. استریم هم میایم، رو استریم عشق ابدی رو میریم و ویدیوش میکنیم، روی چیز هم میذاریم. مرسی که تا آخر بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بررسی این فرمون هم توی چنلمون هست، حتما بیاید ببینید. اگه خواستید که مثلا چیزش کنید، مثلا خیلی دیگه بیشتر راجع به فرمون سر در بیارید، درسیش هست، حتما برید ببینید اگه خواستید. ممنونم ازتون. لایک کامنت و سابسکرایب بازم میگم یادتون نره، خیلی به من کمک میکنه. خیلی مخلصیم. خدا نگهدار.